السلام علیکم برادر عزیز. حتما شما خبر دارین چون کل میدیا سرزی بحث میکنه که واتساپ پرایوسی پالیسی خود تغییر داده و زیاد مردم تشویش هستن که معلومات ما به همراه دیگه مردم شریک نشوه. چیزی که ما در واتساپ به همراه دیگه مردم صحبت میکنم یک چیز خصوصی و شخصی است. و می خاطر زیاد مسلمانا همچنان یک جواب داشتن به ای و زیاد مردم رفتن به سیگنل، به بیم که مسنجرهای ترکی هستن و سیگنل همچنان یک مسنجر بسیار خوب است. ما به این فکر شدم که ما چقدر تشویش هستیم نشوه که راز ما یا صحبتایی که با کس دیگه دارم با کمپانی داده شوه و با ما مارکتینگ یا دیگه کدام تارگت ادورتایزمنت با ما بیه. لیکن به حیث مسلمان آیا ما باید کمی تشویش به پرایوسی به همراه الله سبحانه و تعالی باشیم یا نباشیم؟ ابن القیم الجوزیه رحمه الله و تعالی میگه که الله سبحانه و تعالی و در بین پرده دو تا پرده است. یک پرده، انسان دو پرده داره، یک پرده از خودت و در بین الله است و یک پرده در بین خودت و در بین مردم است. دو پرده، طرف الله و طرف مردم. هر چقدر که خودت گناهی پت میکنی و از مردم گناه را پت میکنی، پرده طرف الله ضعیف میشه و کدام وقت که پرده ضعیف شد خودت در بین مردم بیزت میشی، مردم گوشت نمیکنن، گپای تاثیر نداره، کسی احترامت نمیکنه، به خاطری که خودت گناهی پت میکردی که از مردم پت بود، فقط به الله او گناه واضح بود. لقمان الحکیم به اولاد خود نصیحت میکنه که بچیم پرسانش کرد که ما اگر گناه کنم چطور بتونم خودم کنترل کنم، یعنی چی بکنم کدام وقت که از دستم گناه میشه. او برش گفت بچیم برو گناه کو، لیکن در اوجه گناه بکو در کدام جایی که الله خود دیده نمیتونه. لیکن امروز ما به این تشویش نیستیم که ما در تلفن خود، در تلویزیون، در خانه، در بیرون چقدر به حیث یک مرد گناه میکنیم، پشت زنا میبینیم، عکس‌ها رو شیر میکنیم، اینستاگرام ها رو فالو میکنیم. به این تشویش نیستیم که پرایوسی در بین خودت الله پرده ضعیف شده میره. لیکن به خاطر چندین صحبت که در واتساپ داری به او زیاد تشویش هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمه که در روز قیامت مردم به همراه اعمال نیک مثل کوه خواهد آمدن، لیکن هر اعمالشان از بین خواهد رفت مثل دخان، مثل گرد. به خاطر چی؟ که اونا بشروی مردم اعمال بسیار نیک میکردن، لیکن کدام وقت که به همراه الله اونا تنها بودن کارای میکردن که فقط و فقط الله از او خبر بود. و زیاد علما به این شرک الصغیر همچنان میگن که یک قسم شرک است. انشاءالله امی پرایوسی ما که تشویش هستیم در دنیا که مردم باید با ما یک عکس خوب داشته باشن، از ما و ما احترام کنن، از گناه ما خبر نشون، ما چی بحث میکنم، چی میکنم، چی نمیکنم. با می قلم ما باید تشویش باشیم به خاطر روز قیامت، به خاطر قبر و به خاطر که الله سبحانه و تعالی از ما چی فکر میکنه، که او پیش روز ما چی رو داریم. آیا ما با دلجمی گفته میتونیم که پیش روی الله کسی که قاضی و شاهد است پاک هستیم، یا به این تشویش هستیم چطور بتونیم پیش روی مردم ما پاک باشیم که مردم از ما گوش کنن، اعتبار کنن، احترام کنن، به ما مولوی صاحب یا حاجی صاحب یا مدیر صاحب اینا ما را بگوین. به نظر ما باید بدون شک اولین اولویت که ما باید داشته باشیم او به طرف الله باشه و انشالله کدام وقت که این پرده بسیار مضبوط بود و قوی بود، حتما پرده که طرف انسان هستن اونا انشالله قوی میشن و محبت در بین مردم پیدا میکنیم. آخری حدیث شریک میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کدام وقت که انسان اعمال نیک میکنه، فرایض خود تطبیق میکنه که نماز است، روزه است و فرایض دیگه که و سنه و نوافل دیگه که پیش میبره که شو نماز است، به کسی گپ زدن خوب است، اخلاق خوب است، الله سبحانه و تعالی اون نفر محبت میکنه. و کدام وقت که الله سبحانه و تعالی محبت کرد، جبرئیل امین میخواد که یا جبریل ما فلان و فلان دوست دارم، ما او را محبت میکنم. جبرئیل امین بعد ملائکه میگه که خبر باشین که فلان فلان الله سبحانه و تعالی دوست داره، به خاطر من را دوست دارم و شما باید را دوست داشته باشین. باز ملائک میرن در بین انسانا با کلشان میگن فلان و فلان الله او را دوست داره و به می خاطر در قلبشان دوستی به انسان پیدا میشه. هیچ وقت
کارای نکنین که به مردم شما خوب معلوم شوین و طرف الله کارای بکنین که به الله بد معلوم شوین. ان شاء الله مهم چیست ما رابطه خوب به همراه الله سبحانه و تعالی داشته باشیم و ان شاء الله او خودش نتیجه و رابطه بسیار خوب محبت به همراه مردم میشه. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.